سلام. امروز میخوایم با یه تمثیل خیلی قدرتمند به یه سوال خیلی مهم و شاید یکم ناامید کننده جواب بدیم. سوالی که مطمئنم خیلیامون بارها و بارها از خودمون پرسیدیم. شده تا حالا حس کنید هر چی تلاش میکنید، هر چی میدوید، انگار سر جای اولتون هستید. انگار یه نیروی نامرئی پاتون رو گرفته و نمیذاره جلو برید؟ دقیقاً همین حس، همین احساس گیر افتادن. ببینید این حس خودش رو تو جاهای مختلف نشون میده. مثلا مشکلات مالی که هی تکرار میشن، یا روابطی که انگار همشون تهش به یه جا میرسه، به یه الگوی تکراری و تلخ، یا اون آرامش درونی و موفقیت شغلی که هر چی بهش نزدیک میشید اون ازتون دورتر میشه. خب حالا بیاین ریشه این قضیه رو پیدا کنیم. برای این کار میخوایم از یه تمثیل خیلی جالب استفاده کنیم. تمثیل خونه‌ای که شما نساختینش. فکر کنید زندگی شما یه خونه است. به همین سادگی. تمام تجربیاتتون، فکراتون، احساساتتون، همه توی این خونه اتفاق میفته. این خونه دنیای شخصی شماست. اما یه نکته خیلی مهم اینجاست. شما از روز اول توی این خونه زندگی کردید، ولی شما اون رو نساختید. شما معمارش نبودید. نقشه، مصالح، حتی جاش رو هم شما انتخاب نکردید. پس سوال اینه، کی این خونه رو ساخته؟ این خونه در واقع همون ذهن ناخودآگاه شماست. اون بخش قدرتمند و پنهان ذهنمون که مثل یه خلبان خودکار بیشتر تصمیم‌ها، رفتارها و احساسات ما رو کنترل میکنه، اونم بدون اینکه ما اصلا حواسمون باشه. خب، سازنده های این خونه کیا بودن؟ تمام اون تأثیرات بیرونی که از بچگی ما رو شکل دادن. پدر و مادر، معلم‌ها، جامعه، رسانه‌ها، هر کدومشون یه آجر روی این بنا گذاشتن و باورهای خودشون رو توی دیوارهای این خونه حک کردن. و میدونید مهمترین بخش هر ساختمونی چیه؟ دقیقاً، فونداسیونش. این فونداسیون خونه ما همون باورهای اصلی و ریشه ماست. برنامه‌هایی که انگار تو بچگی روی ذهن ما نصب شدن. برنامه‌هایی درباره پول، عشق، لیاقت، توانایی، اونم بدون اینکه ما اصلا حق انتخاب داشته باشیم. خیلی خوب، حالا دقیقاً میرسیم به قلب ماجرا، به اون جنگ داخلی، تضاد بین چیزی که ما آگاهانه می‌خوایم و چیزی که ناخودآگاهمون بهش باور داره. ما وقتی بزرگ میشیم سعی می‌کنیم این خونه رو بازسازی کنیم، یه دستی به سر و روش بکشیم. یه رنگ جدید به دیوارا میزنیم، مبلای قشنگ میخریم. اینها همون تلاش‌های آگاهانه ما هستن. پیدا کردن یه شغل بهتر، شروع یه رابطه سالم یا رسیدن به درآمد بیشتر. اما اینجا رو ببینید. اینجاست که مشکل شروع میشه. شما با تمام وجود تلاش میکنید یه کسب و کار جدید راه بندازید. اما توی فونداسیون خونتون یه ترک عمیق هست که دائم زمزمه میکنه تو لایق موفقیت نیستی. شما وارد یه رابطه جدید میشید، اما یه برنامه پنهان تو ناخودآگاهتون فریاد میزنه تو دوست داشتنی نیستی. میدونید این مثل چیه؟ دقیقاً مثل اینه که روی یه دیوار ترک خورده و در حال ریزش گرونترین رنگ رو بزنید. شاید برای یه مدت کوتاه اون ترک رو بپوشونه، اما مشکل اصلی هنوز اون زیره و داره کار خودش رو میکنه. و دقیقاً به همین دلیله که مشکلات قدیمی فقط با یه قیافه جدید دوباره برمیگردن. آدما تو زندگیتون عوض میشن، اما داستان رابطه ها همونه. شغل عوض میشه، اما اون حس پوچی و نارضایتی سر جاشه. چرا؟ چون شما فقط دکوراسیون رو عوض کردید، اصل کاری یعنی فونداسیون دست نخورده باقی مونده. خب، حالا بیایم ببینیم از نظر علمی و متافیزیکی چرا این اتفاق میفته. یه قانون خیلی بزرگ و اساسی تو کل هستی وجود داره که این قضیه رو کامل توضیح میده. این جمله رو خوب به خاطر بسپارید، چون کلید ماجرا اینجاست. کائنات به فونداسیون شما پاسخ میده، نه به تزییناتتون. یعنی چی؟ یعنی جهان هستی یا هر اسمی که روش میذارید کاری به خواسته های سطحی و رنگ و لعاب های ظاهری شما نداره. اون فقط به ارتعاش عمیق‌ترین باورهاتون جواب میده، یعنی همون فونداسیون خونتون. روندش خیلی ساده است. 1. یه برنامه یا یه باور اصلی تو فونداسیون شما وجود داره. 2. کائنات این برنامه رو مثل یه کد کامپیوتری میخونه. و 3. دنیای بیرون شما دقیقاً مثل یه آینه همون برنامه رو به خودتون بازتاب میده. به همین سادگی و به همین قدرتمندی. پس بزرگترین اشتباه مهلکی که ما مرتکب میشیم چیه؟ اینه که سعی میکنیم روی یه فونداسیون خراب و ویران یه برج موفقیت و خوشبختی بسازیم. این کار غیر ممکنه، چه از نظر قوانین فیزیک چه متافیزیک.
یه فونداسیون سست هیچ وقت نمیتونه وزن یه ساختمون بزرگ رو تحمل کنه. دیر یا زود همه چیز فرو میریزه. میدونم شاید تا اینجا یکم ناامید کننده به نظر بیاد. اما خبر خوب اینه که یه راه حل وجود داره. یه راه حل قدرتمند که کنترل کامل رو میده دست خودتون. وقتی نمیشه روی فونداسیون خراب چیزی ساخت، تنها راه منطقی و درست چیه؟ تخریب. بله، درست شنیدید. باید شجاعت به خرج بدیم و اون فونداسیون معیوب رو آگاهانه خراب کنیم. این مسیر 3 مرحله مشخص داره. اول از همه خودشناسی. باید نقشه اصلی اون خونه قدیمی رو پیدا کنیم. بفهمیم مثلا چه باورهایی توش کار گذاشته شده. مرحله دوم تخریب آگاهانه. یعنی اون باورهای محدود کننده و سازه‌های کج و کوله رو یکی یکی از بین ببریم. و مرحله سوم ساختن یه فونداسیون جدید. یه فونداسیون محکم بر اساس آگاهی و انتخاب‌های امروز خودمون. پس یادتون باشه نقطه شروع همه چیز خودشناسیه. تا وقتی ندونید چه چیزی داره از درون زندگیتون رو خراب میکنه، نمیتونید زندگی که میخواید رو بسازید. هر تلاشی بکنید مثل ساختن خونه روی زمین لرزانه. و میخوام با این سوال بحث رو تموم کنم تا عمیقاً بهش فکر کنید. از خودتون بپرسید اولین و عمیق‌ترین ترکی که باید توی فاندیشن زندگی من بررسی بشه چیه؟ تو زمینه پول، روابط یا باورم به توانایی‌های خودمه. پیدا کردن جواب این سوال اولین قدم برای اینه که شما و فقط شما معمار واقعی زندگیتون بشید.